آقا امروز ما یه پراید باز کردیم. ماشین خیلی داغ کرده، بغلاش رنگش اینا برگشتی و بغل پیستونا گرفته. موتورم تازه جمع شده، مشخصه تازه جمع شده. ولی یه چیزی جالب بهتون نشان بدم. اون جایی که دنبال کار ارزان میگردین، یکم کار ارزان، سوپاپ دود آمده اینجا، سوپاپ هوا رو جای دود زده، سوپاپ دودم جای هوا. هیچ ارزانی بی حکمت نیست بابا. پول خوب بدین، نمیگم پول زیاد، به اندازه زحمتی که میکانیک میکشه بهش بده. بذار یه بار جمع کنی بری لااقل یه 2 سالی استفاده کنی. نگاه کن، سوپاپ هوا، سوپاپ دود. اونی که تشخیص نده سوپاپ هوا و دود چیه دیگه، عاقبت کارشه بده. موتور باید دوباره باز بشه دیگه.